امروز 31 تیر ماه 1403 معادل با 21 جولای 2024. دیشب ما در شهر توسیا در ترکیه بودیم. یک هتل خیلی خوب و تمیزی پیدا کردیم، خیلی راحت بودیم. کلی هم رخت شستیم، لباسمون اونجا الان آویزونه تا خوش بشه. و پس از صرف صبحانه و زدن بنزین داریم میریم به سمت استانبول. همکنون 470 کیلومتر تا استانبول فاصله داریم. یه نکته ای رو که میخواستم بگم اینجا یادداشت بشه اینه که اسفالت های جاده های ترکیه خیلی عالیه، یعنی واقعا تقریبا میشه گفت در حد استاندارد جاده های اروپاست و اتوبان‌های جدیدش هم حد اکثر سرعت 130 کیلومتره. خلاصه کیفیت جاده هاشون خیلی خوب شده، ترک‌ها واقعا خوب شده. من یادم میاد سالای 80 که میمدیم ترکیه خیلی جاده هاشون در بوده، ولی الان تقریبا همه جاده ها عالی خوب. نه جاده های این جاده بود، یاد میام با جاده های کلگودال و بعضی جاها خاکی و اینا الان همش آسفالت و بزرگراهه. نه جالبیش اینه که جاده هایی که خیلی هم خلوته، خیلی خلوته، بازم دولاین درست کردن و اسفالت خوب و آره. در مقایسه با سالهای قبل که ترکیه میمدیم این رستوران های بین راهیشون خیلی شیکتر و جالبتر شده، خیلی با کلاس شده. واقعا به سرعت ترکیه داره پیشرفت میکنه تو همه زمینه ها. نشون میده که درآمد سرانه مردم خیلی بالاتر رفته نسبت 7-8-15 سال پیش و خیلی جالب. چون ما هر دفعه که میام ترکیه نسبت به گذشته که مقایسه میکنیم همش پیشرفت رو داریم میبینیم.